به نام خدا. سلام. بریم با هم نمونه سوالات فصل 1 و 2 ریاضی نهم رو حل کنیم. سوال 1 گفته جملات درست و نادرست را مشخص کنید. تو هر کدوم از اینا یه نکته هستش. خیلی حواستون رو جمع کنید. الف مجموعه توهی را با نماد توهی آکولاد باز و بسته نمایش میدهند. درسته؟ خیلی حواستون باشه داخل این آکولاد باز و بسته نباید عضوی باشه. حتی این نماد اگر باشه دیگه مجموعه توهی رو نشون نمیده. پس توهی رو یا با این نماد یا با این نماد نمایش میدن. یک مجموعه 6 عضوی دارای 31 زیر مجموعه است. یه مجموعه برای اینکه تعداد زیر مجموعه هاشو بگم از فرمول 2 به توان n استفاده میکردم که n تعداد اعضای مجموعه بود. خب یه مجموعه 6 عضوی 31 زیر مجموعه داریم میخوایم چک کنیم، باید از این فرمول چک کنیم. 2 به توان 6 یعنی چی؟ یعنی 2 رو 6 بار در خودش ضرب میکنیم. حواستون باشه که 2 به توان 6 2 ضرب در 6 نیست. توان و ضرب فرق دارن. نه یک 2 رو ضرب در 6 کنید. یعنی اینکه 2 6 بار در خودش ضرب بشه. خب 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار. 2 تا 4 تا، 4 2 تا 8 تا، 2 8 تا 16 تا، 2 تا 16 تا 32 تا، 2 تا 32 تا 64 تا زیر مجموعه داره. پس 31 زیر مجموعه اشتباهه. عددی وجود دارد که گنگ و گویا باشد. خب یه لحظه توجه کنید به این نمودار ونی که من دارم میکشم. مجموعه اعداد ما بزرگترین مجموعه‌ای که یاد گرفتیم تا الان اعداد حقیقی هست که با آر نمایش میدن. اعداد حقیقی ما به 2 تا دسته گویاها و گنگ ها تقسیم میشه. یعنی کیو که گویای ما هست، کیو پریم که گنگ های ما هستش. دوباره گویاهای ما تقسیم میشه به دسته های اعداد صحیح. بعد از گویا اعداد صحیح رو داریم، بعدش اعداد حسابی رو داریم، بعدش اعداد طبیعی که کوچکترین مجموعه ما هست با n نمایش میدیم. خب از این سوالا بهتون میدم، میگن آیا عددی وجود داره که گویا باشه گنگم باشه؟ یعنی آیا گنگ و گویاها اشتراکی دارن؟ خیر، با یه خطی از هم جدا شدن. آیا عددی وجود داره که حقیقی باشه گنگم باشه؟ بله، حقیقی و گنگ ها اشتراک دارن که اشتراکشون میشه گنگ ها. آیا عددی وجود داره که طبیعی باشه گنگم باشه؟ نه، چون طبیعی و گنگ های ما اشتراکی ندارن. حالا بریم سراغ این قسمت. گفته عددی وجود داره که گنگ باشه و گویا باشه. یعنی آیا گنگ ها و گویا ها اشتراکی دارن؟ خیر، اشتباهه. قسمت دال. در پرتاب یک سکه و یک تاس 8 حالت کلی ممکن برای محاسبه احتمال وجود دارد. کل حالت همون گفته چقدر میشه. یه سکه دارم، یه تاس دارم. سکه من 2 تا حالت، تاس من 6 تا حالت. بینشون ضرب بذارید، 2 6 تا 12 تا حالت میشه. پس 8 حالت اشتباهه. عبارت 4 گل خوشبو تشکیل مجموعه میدهد. ما برای تشکیل مجموعه نباید سلیقه‌ای عمل کنیم. هر جا که سلیقه میاد وسط دیگه اسمی از مجموعه نباید برده شه. مجموعه 2 تا ویژگی داشت. اعضاش مشخص باشن یعنی سلیقه‌ای نباشن، و اینکه اعضاش متمایز باشن یعنی متفاوت باشن. خب ویژگی که باید چک کنید ببینید مجموعه هست یا نه همون مشخص بودن، یعنی نباید سلیقه‌ای باشه. یعنی 4 تا گلی که من مثال میزنم نباید با 4 تا گلی که شما مثال میزنید فرق داشته باشه. در صورتی که توی عبارت 4 گل خوشبو سلیقه به کار رفته، پس مجموعه‌ای نداریم. بریم سراغ سوال 2. گفته جای خالی را با استفاده از کلمات داخل پرانتز پر کنید. نمایش اعشاری کسر 2/15 میخوایم ببینیم مختومه یا متناوب. یه نکته توی کلیپ قبل بهتون گفتم که اگر یک کسری رو بعد از ساده کردن، خب 2/15 دیگه ساده شده است. بعد از ساده شدن مخرجش رو به صورت درختی تجزیه کنیم. خب به اعداد اول شد 3 ضرب در 15، 3 ضرب در 5. اگر توی تجزیهش اعداد 2 یا 5 یا هر دوتاشو داشتیم کسرمون میشه مختوم.
اگر اثری از 2 و 5 ندیدیم کسرمون میشه متناوب ساده و اگر توی مخرجمون علاوه بر 2 و 5 اعداد اول دیگه ای رو هم دیدیم کسر ما نمایش اعشاریش میشه متناوب ساده. حالا اینجا اسمی از متناوب ساده و مرکب نیاورده، فقط گفته بگو مختوم هست یا متناوب. خب من گفتم 2 و 5 یا هر دوتاش باشه میشه مختوم، ولی من اینجا 5 رو میبینم ولی به جز 2 و 5 که اجازه استفاده داریم توی مختوم 3 رو هم میبینم. پس اینجا کسر من نمایش اعشاریش متناوبه. حالا نخواسته بگم متناوب مرکب یا ساده، اینجا میشه متناوب مرکب. قسمت ب گفته قدر مطلق منفی 3 از قدر مطلق مثبت 2 بزرگتره یا کوچیک‌تره. بعد از قدر مطلق بیاریم بیرون، حساب کتابش رو انجام بدیم، بعد مقایسه کنیم. قدر مطلق عدد مثبت خودشون رو پرتاب میکنه بیرون. حواستون باشه قدر مطلق مثل یه دیوار سنگیه. من نمیتونم از بیرون این دیوار سنگی بلایی سر هر چی که داخل قدر مطلق هست بیارم. پس باید قدر مطلق رو از بین ببرم. برای همینه که امسال داری کار میکنی که قدر مطلق رو چجوری از بین ببری. سوال بهت میگه مثلا عبارات زیرا بدون استفاده از قدر مطلق بنویسید. فقط هم با استفاده از تعریف قدر مطلقه. تعریف قدر مطلق چی میگه؟ میگه عدد مثبت خودش رو بنداز بیرون، عدد منفی رو قرینه کن بنداز بیرون، صفر هم خودش رو بنداز بیرون. خب قدر مطلق منفی 3 منفی قدر مطلق باید قرینش رو بندازه بیرون. منفی 3 قرینش میشه مثبت 3. از مثبت 2 قدر مطلق مثبت 2 چی میشه؟ مثبت خودش رو میندازه بیرون، یعنی همون 2 رو میندازه. حالا مثبتش رو بذارم یا نذارم فرقی نداره. حالا 3 از 2 چیه؟ بزرگتره. اینجا هم متناوب بود. بعدی قسمت جیم گفته عدد 2 ممیز 0 1 0 2 0 3 الی آخر عددی چیه؟ گونگ یا گویا؟ عددهای گویای من، خب گویا که واضح، اگه به صورت اعشاری، گویا لفظش یعنی واضح، گنگ یعنی نامعلوم. واضحه یعنی که اگر اعشاری هستش تعداد ارقام اعشاریش محدود باشه. مثلا من بتونم بنویسم 3 ممیز 45، این گویاه واضحه. یا بتونم بنویسم مثلا به طور مثال 0 ممیز 3 3 3 تکرار بشه که دور تناوب میذارم. اینا گویا هستن. ولی اگر عدد اعشاری من بعد از ارقامش بعد از اعشارش یه عالمه رقم اعشاری داشته باشه، نگاه کنید 3 نقطه هم گذاشته، یه عالمه رقم اعشاری داشته باشه، من میگم که اینجا من دور گویا رو خط کشیدم ولی نه به عنوان جواب. منظورم جواب نبوده، داشتم توضیح میدادم. اگر بعد از رقم اعشاری بیشمار عدد داشته باشیم، بعد از اعشار بیشمار عدد داشته باشیم که نتونیم براش دور تناوب بذاریم، عدد من میشه گنگ. نمه از جغالیا. بریم سراغ سوال 3. بین 2 کسر 3 چهارم و 2 پنجم 4 کسر بنویسید. با این روشی که پیش میرم خیلی روش قشنگیه. مرحله به مرحلهش باید پیش بریم. 2 تا مرحله بیشتر نداره. من میخوام 4 تا کسر بین 3 چهارم و 2 پنجم بنویسم. مرحله اولم اینه که بین اون 2 تا کسر مخرج مشترک بگیرم. مخرج مشترک که بین 4 و 5 میشه ضربشون، یعنی میشه 20. یعنی این کسر باید صورت و مخرج ضرب در 5 بشه، این کسر هم باید ضرب در 4 بشه. پس داریم کسرهای 2 4 تا 8 تا 8 بیستم و 3 5 تا 15 بیستم. خب بین 8 بیستم و 15 بیستم الان 4 تا کسرمو میتونم بنویسم. 9 بیستم، 10 بیستم، 11 بیستم، 12 بیستم میتونم بنویسم. ولی بعضی وقتا دوباره اینا بینش نمیتونم اون 4 تا کسر رو بنویسم، یعنی باید 2 تا مرحله‌مو کامل پیش برم. یه ویدئویی قبلا راجع به پیدا کردن چند تا کسر بین 2 تا کسر رو گفتم، توی لیست پخش هستش، براتون دوباره میذارم. یعنی 2 تا مرحله رو باید پیش بری، ولی اینجا همون یه مرحله من کافی بود. پس بیام اون 4 تا کسرم رو بنویسم. 9 بیستم،
10 بیستم، 11 بیستم، 12 بیستم. یعنی همون مخرج مشترک گرفتن برای من کافی بود که بتونم 4 تا کسرمو بنویسم. اگر نتونستید بینش دوباره کسری بنویسید، مرحله بعد باید همه صورت‌ها و مخرج‌ها رو ضرب در یکی بیشتر از تعداد خواسته شده کنید. بعد دیگه بینش میتونید عدد رو پیدا کنید، کسر رو پیدا کنید. 4 تا کسر خواسته یعنی همه صورت‌ها و مخرج‌ها رو ضرب در یکی بیشتر از 4 میشه 5، ضرب در 5 میکنید. بعدش خیلی راحت 4 تا کسرتون مینویسید. سوال 4 گفته حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. برای قسمت الف و ب باید بدون استفاده از قدر مطلق بنویسم. گفتم برای اینکه یه عبارتی رو بدون استفاده از قدر مطلق بنویسید، باید از تعریف قدر مطلق استفاده کنید. قدر مطلق عدد مثبت رو خودشون رو پرتاب میکنه بیرون، عدد منفی رو قرینه میکنه میندازه بیرون. خب اینجا قسمت الف من یه دونه عدد ندارم که بدونم مثبت یا منفیه. حاصل جمع و تفریق دو تا عدده که میدونم حاصلش اصلا برای من مهم نیست حاصلش چیه. حاصلش جواب علامتش میشه علامت عدد بزرگتر. باید بدونم رادیکال 10 بزرگتره یا 2 رادیکال 7. تنها چیزی که باید بدونی همینه. رادیکال 10 من میدونم 3 و خورده ای هستش. 2 تا رادیکال 7 اول رادیکال 7 رو میدونم 2 خورده ایه که 2 برابرش میشه 4 خورده ای. درسته تقریبا، حالا شاید بیشتر بشه چون خورده شاید انقدر بیشتر بشه که بشه 5 خورده ای. تقریبا حالا میشه 4 خورده ای به بالا، 4 به بالا میشه. خب 4 به بالا بزرگتره یا 3؟ میدونم این عدد 2 رادیکال 7 بزرگتره. علامتش چیه؟ علامتش مثبته. پس حاصل این عبارت مثبته. قدر مطلق عددهای مثبت رو خودشون رو میندازه بیرون. یعنی 2 تا رادیکال 7 هم علامت مثبتش رو داشته باشه، رادیکال 10 هم علامت منفیش رو داشته باشه. دیگه از شر قدر مطلق خلاص شدیم. ادامهش رو هم نمیتونیم که ساده تر از این کنیم. بریم سراغ گزینه ب. قدر مطلق 3 تا رادیکال 5 منهای 4 تا رادیکال 5. رادیکال 5 تو مثل x بگیر. 3 تا x بزرگتر، چون رادیکال 5 دوتاش دارن دوتاشو x میگیرن، میشه 3 تا x بزرگتره یا 4 تا x که حاصل جمع و تفریقش اون علامت رو بگیره 4 تا x بزرگتر. پس الانم میگم 4 تا رادیکال 5 بزرگتره، علامتش منفیه. پس حاصل این عبارت حالا هر عددی بشه علامتش منفیه. قدر مطلق علامت‌های منفی رو، اعداد منفی رو قرینه میندازه بیرون. حالا میخوام اینا رو با قرینه پرتاب کنم بیرون. حواست باشه فقط علامت وسطش رو مثبت نکن. 2 تا عدد داریم، 2 تا جمله داریم، باید علامت دوتاش رو تغییر بدم. مثبت 3 تا رادیکال 5 میشه منفی 4 تا رادیکال 5 میشه مثبت. یه راه حل قشنگم میتونی این منفی که اینجا گفتی حاصلش میشه منفی، تو تک تک عبارت ها 2 تا جمله داری، تو تک تکشون ضرب کنی میشه منفی در مثبت. منفی 3 تا رادیکال 5. برای بالایی هم میتونستید این کار کنید، مثبت در مثبت در منفی. حاصل این میتونم منفی میشه. پس بیا منفی رو تو تک تک ضرب کنم، منفی در منفی مثبت 4 تا رادیکال 5. از شر قدر مطلق خلاص شدیم. حالا این عبارت رو من میتونم ساده تر کنم، همونجوری که میتونم بگم مثلا 3 تا x به اضافه 4 تا x ساده شدهش چی میشه. اینجا هم میتونم بگم منفی 3 تا رادیکال 5 مثبت 4 تا رادیکال 5 ناجورن، کم میکنم یه دونه رادیکال 5 میمونه، علامتش هم مثبت. 4 تا رادیکال 5 بزرگتر، علامتش رو میگیره مثبت. یه دونه رادیکال 5 میمونه که من برای سادگی مثبتش رو نمینویسم، ضریب 1 رو هم نمیذارم، همون رادیکال 5 مثل مثبت 1x که فقط x خالی میذاشیم، اینجا فقط رادیکال 5 میمونه. قسمت جیم رادیکال قدر مطلق. یه نکته باید بلد باشید، قدر مطلق هر چیزی به توان 2 میشه، رادیکال هر چیزی به توان 2 میشه قدر مطلق همون چیز. حالا بیام حل کنم با استفاده از این نکته‌ای که اینجا گفتم. بعد از اینم که بلدید از قدر مطلق در بیارید. رادیکال این عدد به توان 2 میشه قدر مطلق این عدد، یعنی 1 منهای رادیکال 8. ادامهش رو حل میکنم، میتونم از قدر مطلق در بیارم، باید یعنی ادامه بدید، این مراحل رو باید برید. قدر مطلق 1 منهای رادیکال 8 من نمیدونم
این دوتا حاصلشون مثبت یا منفی، چجوری از قدر مطلق بندازمشون بیرون؟ رادیکال 8 میشه 2 خورده‌ای. 2 خورده‌ای بزرگتر یا 1؟ 2 خورده‌ای علامتش چیه؟ منفی. پس حاصل این عبارت میشه منفی. پس چجوری از قدر مطلق بندازم بیرون؟ علامت ها رو قرینه میکنم، یا همین منفی رو بیا تو تک تکش ضرب کنیم، مثبت علامتش رو نذاشته. مثبت در منفی منفی، منفی در منفی مثبت. حواست باشه فقط علامت وسط رو تغییر نده، علامت دوتا جمله هات رو تغییر بده. و من میگم خب تموم شد. و من میگم خیلی قشنگتره که عددی که مثبت هست تو ریاضی اول نوشته شه، برای همین یه جابجایی ساده انجام میدم. اصلا مهم نیست این جابجایی رو انجام بدید یا ندید. فقط حواست باشه این منفی 1 مثبت رادیکال 8 همون رادیکال 8 منهای 1 هست. فقط یه جابجایی ساده انجام دادم، یعنی منفی 1 رو بردم سمت دیگه، مثبت رادیکال 8 رو بردم این سمت. بریم سراغ قسمت دال. رادیکال این عدد به توان 2. گفتم میشه رادیکال هر چیزی به توان 2 میشه قدر مطلق همون چیز. قدر مطلق رادیکال 2 منهای 1. خب یکش رو بذارم. قدر مطلق ببینم حاصلش چی هست که چجوری پرتابش کنم بیرون. رادیکال 2 میشه 1 خورده‌ای. 2 مربع قبلیش 1 که ازش جذر بگیرم میشه 1. حالا 1 خورده‌ای بزرگتر یا 1 خورده‌ای بزرگتر که علامتش چیه؟ مثبت. پس حاصل این عبارت مثبته. چجوری پرتابش میکنم بیرون؟ خودشو. یعنی چی؟ یعنی مثبت رو تو تک تکش ضرب کردم، میشه همون رادیکال 2 منهای 1. سوال 5. سراغ سوال 5. نمایش اعشاری کدام که از مختوم و کدام که از نامختوم هستش؟ خب گفتم فقط کافیه که تا جایی که میشه کسرات رو ساده کنید، بعد برید سراغ مخرج. با استفاده از نکته‌ای که گفتم برید سراغ مخرج و مخرج رو تجزیه کنید. پس من سراغ مخرجم 22 رو تجزیه کنم، ببینم توی تجزیهش چه اعداد اولی میبینم. میتونم بگم 2 تا 11 تا. تمام. اگر توی تجزیه 2 یا 5 یا هر دوتاش رو دیدید، این نکته رو یادداشت کنید، 2 یا 5 یا هر دوتا 2 یا 5 رو دیدید، میگید که نمایش اعشاری این کسر مختومه. اگر بجز 2 یا 5 اعداد اول دیگه دیدید، میشه متناوب ساده. اگر 2 یا 5 یا یکیش بود یه عدد اول دیگه هم بود مثل اینجا، میشه متناوب مرکب، یعنی همون نامختوم. متناوب ها نامختوم بودن دیگه. خب بریم سراغ 3 هشتم. 8 رو دیگه 3 هشتم ساده تر از این نمیشه. 8 رو تجزیه میکنم، 2 4 تا 4 دوباره میشه 2 2 تا. نمایش یه لحظه میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 2. خب چه عدد اولی رو تو تجزیه مخرجش دیدم؟ فقط 2 رو دیدم. اگر فقط 2، فقط 5 یا فقط 2 یا 5 رو دیدید، سریع میگید که نمایش اعشاری این کسر مختوم هستش. بریم سراغ سوال 6. گفته در جاهای خالی مجموعه مناسب قرار دهید. با استفاده از اون نموداری که براتون کشیدم، گفتم کل اعداد ما تا اینجایی که یاد گرفتیم اعداد حقیقیه. به 2 تا دسته گنگ نمیگم به 2 تا دسته مساویا، فقط به 2 تا دسته، چون تعدادشون رو بلد نیستم من. گنگ و گویا ها رو به 2 تا دسته گنگ و گویا تقسیم میشه. دوباره خود گویا ها اعداد صحیح رو داره، Z رو داره، W رو داره و N رو داره. خب با استفاده از این نمودار من خیلی راحت حل میکنم. از آر عدد حقیقی کیو رو بذار کنار. چی میمونه؟ فقط قسمت کیو پریم میمونه که گنگ ها هست. کیو اشتراکش با کیو پریم، آیا گنگ ها و گویا ها اشتراکی دارن؟ خیر. پس میشه توهی. حواست باشه نکته فوق العاده مهمیه که کیو اشتراکش با کیو پریم میشه توهی، اجتماعش میشه آر. Z اشتراکش با کیو پریم
مجموعه تو در تو یه نکته میگم که راحت بتونید اینا رو حل کنید. توی مجموعه تو در تو یعنی اونایی که زیر مجموعه همدیگه هستن، اشتراکشون میشه مجموعه کوچیکه، اجتماعشون میشه مجموعه بزرگ. مثلا ببینید من کیو رو دارم که داخلش تو دلش یعنی زیر مجموعهش زد رو دارم. توی مجموعه تو در تو اشتراک کیو و زد میشه کوچیکه که زد هست، اجتماعش میشه بزرگه که کیو هست. اینم از این نکته. خب بریم سراغ همین نمودارون کلی که حل کرده بودیم. زد اشتراکش با کیو مجموعه تو در تو هن، اشتراکشون میشه کوچیکه. کدوم کوچیک‌تره؟ یعنی تو دلش زد. خب کیو اجتماعش با کیو پریم گفتم میشه اعداد حقیقی. اصلا تعریف اعداد حقیقی کیو اجتماعش با کیو پریم اجتماع گنگ و گویه ها. ان اجتماعش با دبلیو مجموعه تو در تو هن، اجتماعشون میشه اونی که بزرگتره دبلیو. از آر میگه کیو رو به کیو پریم رو بکن، چی میمونه؟ کیو خالی گویه ها میمونه. این سراغ سوال 7. بین دوباره سوالای خیلی مهمی هستش، هم برای ترم اولتون سوالایی که از فصل 2 یا از فصل 1 آوردم، سوالای خیلی مهمی هستش که هم تو ترم اولتون خب هر مدرسه باشید با هر دبیری که باشید این سوالا طرح میشه با اعداد مختلف. حتی ترم دومتون هم که نهایی هستید حتما این مدل سوالا براتون میاد. گفته بین رادیکال 5 و 5 4 عدد گنگ بنویسید. رادیکال 5 که خودش عدد گنگه. رادیکال 5 که خودش گنگ هست، خودش رو می نویسم. اون یکی عددم رو هم به صورت رادیکالی می نویسم. 5 رو چجوری به صورت رادیکالی بنویسم؟ ضرب در خودش می کنم. 5 5 تا 25 رادیکال 25 که میشه 5. حالا بین این دوتا عدد میخوام 4 تا گنگ بنویسم. میتونم بنویسم رادیکال 6 رادیکال 7 رادیکال 8 رادیکال 9. حواست باشه که درسته این بین هست ولی گنگ نیستش. گنگای من توی اعشاری که براتون توضیح دادم چه مدلی گنگ هست. توی رادیکالیا اونایی که جوابشو دقیقاً بلد نیستم، نیاز به حساب کتاب یا ماشین حساب دارم، اینا میشن گنگ. مثلا رادیکال 6 من جوابشو بلد نیستم، باید حساب کتاب کنم. رادیکال 7 هم دو، رادیکال 8 هم دو، ولی رادیکال 9 جوابش رو بلدم، میشه 3. پس این نمیتونه گنگ باشه، گویاه. پس تو هر دو تا حالت رادیکالی و اعشاری بهتون توضیح دادم که عدد گنگ چجوریه. دیگه من رادیکال 9 نمی‌نویسم، میتونم رادیکال 10 یه عالمه گنگ داری تا 25. اگرم خاصی دیگه تا همینجا رادیکال 9 رو بنویسی، یه ممیزه 1 بهش بدید که حالا گنگ شدش. بعضی وقتا هم مثلا میده بین رادیکال 5 و رادیکال 6 4 تا گنگ بنویسید. دیگه خودشون رادیکالی هستن، نمیخواد رادیکالیشون کنی. این وسط شما فکر میکنید که عددی نیست، در صورتی که بین هر دوتا گنگی بیشمار عدد گنگ هست. بین هر دوتا گویایی بیشمار عدد گویا هستش. کسری‌ها که براتون توضیح دادم چجوری پیدا کنید. بین هر دوتا صحیحی روی محورتون، هر دوتا عدد صحیحی که داشتید بیشمار گنگ و گویا هستش. پس من محدودیتی ندارم برای نوشتن. حالا مثلا گفته بین رادیکال 5 و رادیکال 6 4 تا گنگ بنویسید، میتونید بنویسید. حالا یه سوال دیگه است، این سوال دیگه جوابش تمام شده. مثلا رادیکال 5 و رادیکال 6 میتونید بنویسید رادیکال 5 ممیز 1 رادیکال 5 ممیز 2 همینطور رادیکال 5 ممیز 3 و رادیکال 5 ممیز 4. خب اینا جوابشو بلد نیستم دیگه، گنگه. پس بینشون 4 تا گنگ نوشتم. حواستون باشه چیزی که من تو امتحانا خیلی میبینم که اشتباه میکنید، بین رادیکال 5 و رادیکال 6 میاد حواستون هستش که باید اعشاری بنویسید. مینویسید 5 ممیز 1 5 ممیز 2 5 ممیز 5 ممیز 4. یادتون میره که این رادیکالی رو بذارید. اگر رادیکال رو نذارید 5 ممیز 1 یه عدد گویا هست دیگه، گنگ حساب نمیشه که صورت سوالم ازم خواسته. پس حواست باشه این رادیکال رو قرار بدی. بریم سراغ سوال 8. گفته با توجه به مجموعه های A
B و C که داده شده هر یک از مجموعه‌های زیر را با نوشتن اعضا مشخص کنید. گفته A رو اشتراک بده با C. 100% جواب اشتراک و اجتماع و تفاضل میشه یه مجموعه. پس من سریع آکولادم رو باز میکنم. A و C اشتراکشون چیاه؟ خب من تو A 3 رو دارم که تو C ندارم. تو A 5 رو دارم، تو C هم 5 رو دارم. فقط میشه 5. من یه ذره کوچیک‌تر کنم مجموعه‌مو، فقط 5 که توی هر دوتاش تکرار شده. این علامت اشتراکه. اجتماع مثل یک کاسه‌ایه که هر دوتا مجموعه اعضاشون میریزن، تکراری‌ها رو خط میزنن. اشتراک نگاه کنید از نقطه‌های ش رو نگاه کنید، شبیه همینه. اشتراک یعنی چیه که تو هر دوتا مجموعه هم هستش، هر دوتا سمتش هست. تفاضلم الان بی منهای آ یعنی از بی هرچی آ داری بکنی. این بی شما که 2 و 6 و 5 هستش. چی هستش که تو آ رو هم تو آ هم هست؟ چه عضوی هستش که از بی تو آ هم هست؟ 5. 5 رو خط بزن. چه اعضایی از بی میمونه؟ 2 و 6 می نویسم. پس بی منهای آ یعنی از بی هرچی آ داری بکنی. توی بی 2 و 6 و 5 داشتم، 5ش تو آ هم بود، 5ش رو خط زدم، فقط 2 و 6 بود. بریم سراغ قسمت جیم. آ اجتماع بی اشتراکش با بی منهای سی. اول همیشه داخل پرانتزها رو حل کنید. آ اجتماعش با بی یعنی آ بی رو بریز رو هم، تکراریارم یه بار بنویس. میشه مجموعه 3 و 5 این آ. بیت هم 2 و 6 و 5 دیگه 5 رو ننویسید، میشه 2 و 6. بی منهای سی یعنی از بی هر چی سی داری بکنید. بین 2 و 6 و 5 چه عضو میشه که تو سی هم هست؟ 5. 5 و 2 خط میزنیم، فقط 6 میمونه. حالا اشتراک این دوتا مجموعه تو این دوتا مجموعه چه عضویه که تکرار شده؟ فقط 6 هستش. اما سوال 8. سوال 9 گفته اگر خانواده ای دارای 2 تا فرزند باشه. خب 2 تا فرزند چند تا حالت کلی داره؟ من 2 تا جاخالی گذاشتم. فرزند اول میتونه دختر یا پسر باشه، 2 تا حالت. فرزند دوم هم میتونه دختر یا پسر باشه، 2 تا حالت. 2 بینشون ضرب میذارم، 2 ضرب در 2 4 تا. 4 تا حالت کلی وجود داره. احتمال آن که هر 2 فرزند پسر باشه. خب این 4 تا حالت من میشه فرزند اول پسر و می‌نویسم. فرزند دوم پسر، فرزند اول پسر، فرزند دوم دختر، 2 تا فرزند دختر، فرزند اول دختر، فرزند دوم پسر. اینجا ترتیب مهمه چون فرزند اول و دوم فرق داره. این 4 تا حالت کلیمه. گفته چقدر احتمال دارد؟ احتمال سری فرمول احتمال رو می‌نویسید. پی آ مساوی ان آ تعداد اعضای مجموعه آ به تعداد کل حالتات. کل حالتات رو سری بنویس. چقدر احتمال دارد هر 2 تا فرزندت پسر باشه؟ چند تا حالته که هر 2 تا فرزند پسره؟ فقط یه حالته، میشه 1/4. قسمت ب حداقل یه فرزند دختر باشه. سریع فرمول احتمال رو بنویس. دیگه قسمت ب رو مثلا اسمش رو یه مجموعه دیگه میذارم. اینکه حداقل یه فرزند دختر باشه مثلا من بی گذاشتم. شما هر اسم بزرگ دیگه میتونید برای این مجموعه بذارید. حروف انگلیسی بزرگ. میشه NB به NS. NS من تعداد کل حالتام 4 تاه. خب چی خواسته قسمت اینی که گذاشتم بی؟ حداقل کم کم یه فرزندمون دختر باشه. من حداقل و حد اکثر رو توی نمونه سوال فصل 1 که حل کردم کامل براتون توضیح دادم. حداقل یعنی کم کم، حد اکثر یعنی ته تهش. کم کم یه دونه دختر داشته باشن. کلا هم 2 تا بچه دارن. کم کم یه دختر یعنی یا یه دونه دختر یا 2 تا دختر. چند تا حالته که یه دونه دختر و 2 تا دختر رو داره؟ خب یه دونه دختر اینو دارم، اینو دارم، 2 تا دخترم اینو دارم. میشه چند تا حالت؟ 3 تا حالت. از 4 تا حالت میشه 3/4. سوال 10 گفته مجموعه هاشو خورده در نمودار ون توی هر قسمت چه مجموعه رو مشخص میکنه. خب هلالی قسمت آ میشه آی منهای بی. هلالی قسمت بی میشه بی منهای آ یعنی از بی هر چقدر که آ توش اومده بوده کندم. خب خیلی ساده است. اینجا یعنی از کل مجموعه آ اون قسمتی که بی اومده روش رو کنده، یعنی آ منهای بیه، هاشور خورده. توی اینجا خب این قسمت آ منهای بیه، این قسمت هم بی منهای آه. خب میشه آ منهای بی
اجتماعش با پیمن های آ. اینم از قسمت های هاشور خورد. سوال 11 مجموعه زیر رو با نوشتن اعضا مشخص کنید. یه عبارت جبری داده، گفته به جای کاهاش چی بذارم؟ اعداد بین 2 تا 5. حالا من یه شرط دیگه هم اینجا اضافه میکنم، اعداد عضو n بین 2 تا 5. یعنی یه شرط اینجا دارم، یه شرط هم اینجا. یعنی طبیعیای بین 2 تا 5. این دو تا شرط من نشون میده کای من چه اعدادی میشه. طبیعیای بین 2 و 5 که 2 رو نداشته باشه میشه چون مساوی نداره میشه 3 4. چون 5 هم مساوی داره 5 هم میذارم. تک تک این کاها رو به جای دو کا توی دو کا قرار میدی و حاصلش رو توی یه مجموعه مینویسی. حواست باشه مجموعه رو باز کنی. این مجموعه به زبان ریاضی، اینجا میخوام مجموعه با اعضا بنویسم چون خودش گفته با اعضا بنویسید. خب به جای کام 3 بذارم، 2 کا یعنی 2 ضرب در کا. به جای کام 3 بذارم میشه 2 3 تا 6 تا. به جای کام 4 بذارم میشه 2 4 تا 8 تا. به جای کام 5 بذارم میشه 2 5 تا 10 تا. پس اول قسمت شرطمون رو مشخص کنیم، چه اعضایی به جای کا x y بذاریم، بعدش قرار بدیم و حاصل رو بنویسیم. حواست به ترتیب انجام عملیات ریاضی باشه که همیشه اول، حالا پرانتزی که اینجا نمیدن، اول پرانتز توان ضرب و تقسیم و جمع و تفریق. مثلا اگه اینجا به اضافه 1 هم داشت اول ضرب رو انجام میدیم بعد به اضافه 1 میکنیم، مثل این پایین. امت عضو n باشه، اعداد طبیعی 1 2 3 الی آخر. خب چند تاش رو قرار میدم، الی آخرم رو میذارم. 1 رو بذار به جای امت میشه 2 1 2 تا. چرا اول ضرب؟ طبق ترتیب انجام عملیات ریاضی. بعدش برو سراغ جمع. 2 1 2 تا به اضافه 1 میشه 3. 1 و 2 3 الی آخر رو باید بذارم. اعداد طبیعیم رو باید بذارم. میخوام 1 رو بذارم میشه 2 1 2 تا به اضافه 1 3. میخوام 2 رو بذارم 2 2 تا 4 تا به اضافه 1 میشه 5. 3 رو بذارم 2 3 تا 6 تا به اضافه 1 7 الی آخر. حتما این الی آخر باید باشه چون اینجا اعدادمون مثل بالاییه محدود نیستش که الی آخر رو نذارم. خب بریم سراغ سوال 12. دو مجموعه زیر برابر. مجموعه ها در صورتی برابرن که هم تعدادشون برابر باشه هم تک تک اعضا. جاهای خالی را پر کنید. 2 به توان 3 اونور نمیبینم، خب ساده شدهشو بنویسم 8. اونور میبینم خیر، میذارم توی اینجا خالی. 2 ممیز 7 اونور نمیبینم، خب هیچ کدوم از 25 رو رادیکال 100 هم 2 7 هم نیستش، من اینجا تو اینجا خالی قرار دادم. 25 رو اینور ندارم، توی یکی از جا خالی ها قرار میدم. ترتیبی هم که نداره چون توی مجموعه ها جابجایی مهم نیستش، یعنی ترتیب مهم نیستش. رادیکال 100 هم اونور نمیبینم، سریع تو جا خالی ها قرار میدم. دوست داشتی ساده شدهش رو هم میتونید بذارید، ولی همون رادیکال 100 دیگه اونور نمیبینید، سریع داخل جا خالی قرار بدید. سوال 13 مجموعه زیر رو روی محور نشون بدید. سوال فوق‌العاده مهمیه. گفته مجموعه آ هست x های عضو r. عضو r همیشه به صورت خطه. چجوری نمایشش میدم؟ من یه محور میکشم، گفته عضو R باشه، اعداد حقیقی باشه. من میدونم اعداد طبیعی، حسابی و اعداد صحیح رو به صورت نقطه نقطه، مثلا اگر بگه اعداد طبیعی بین 0 تا 4 میشه 1 2 3 نقطه میکنم، دورش خط میکشم که مشخص باشه. ولی اعداد حقیقی به صورت خطه. اعداد حقیقی بین 1 تا 5، بالای 1 یه توپک میذارید، بالای 5 یه توپک میذارید. چون علامت نامساوی کنار 1 مساوی رو نداره، بالای 1 توپکت خالیه. چون نامساوی کنار 5 مساوی داره، توپکت پر میشه و این دوتا توپک رو به هم وصل میکنیم، میشه اعداد حقیقی بین 1 تا 5. بعدی گفتن اعداد حقیقی، یه محور میکشم 0 منفی 1 منفی 2 منفی 3 الی آخر. 1
2 3 الی آخر. بالای منفی 2 یه توپک میذارم باید پر باشه چون مساوی داره، پایین این مساوی رو داره. گفته اعداد بزرگتر مساوی منفی 2 بزرگتر رو دست راست میره یا دست چپ دست راست میره تا ته محور تا جایی که فلش هستش میکشید، نه قبلش دیگه توپک دیگه هم اضافه نمی کنیم چون گفته بزرگترهای منفی 2 تا ته محور سمت راست میره، اگه کوچیکترش بود تا ته سمت چپت میره. سوال 14 با توجه به نمودار عضوهای هر مجموعه را مشخص کنید. بی اشتراکش با سی. خب اگر از اون نمودار ون سختته، بیا اعضای هر مجموعه رو جدا بنویس. مجموعه آ، مجموعه بی، فکر میکنم خیلی راحت‌تر و اصلا اشتباهت خیلی کمتر میشه، درصد خطات خیلی کمتر میشه. توی نمودار ون مربوط به آ چی میبینی؟ 5 و 1 و 2 و 3 و منفی 2. 5 1 2 3 منفی 2. خب توی نمودار ون مربوط به بی، کل دایره مربوط به بی 2 و 3 و 4 میبینی. نمودار ون سی 3 و منفی 2. خب نوشته ها رفتن، دوباره مجموعه ها رو نوشتم، مجموعه آ بی و سی رو نوشتم. حالا بریم سراغ سوال. گفته بی اشتراکش با سی چه عضویه که هم تو مجموعه بیه هم تو مجموعه سی. تو بی 2 و 3 و 4 رو دارم، تو سی هم 3 و منفی 2 و منفی 7 رو دارم. خب من عدد 3 هستش که تو دوتاش تکرار شده داخل مجموعه بذارید چون اشتراک دوباره مجموعه است. این هم دوباره مجموعه است. گفته اشتراکش با این مجموعه، اول مجموعه داخل پرانتز که بی اجتماعش با سی هست. بی اجتماعش با سی یعنی بی و سی رو بریز رو هم، تکراری ها رو یه بار بنویس. بی خودش هست 2 و 3 و 4، سی هم هست 3 و منفی 2 و منفی 7 که دیگه 3 رو نمی‌نویسیم. منفی 2 منفی 7. حالا گفته آ اشتراکش با این مجموعه چی میشه؟ آ من چی بود؟ 1 5 2 3 منفی 2. با این مجموعه که من الان نوشتم اشتراکاش چیه؟ من تو مجموعه آ 1 دارم، آیا اینجا هم 1 دارم؟ خیلی. تو مجموعه آ 5 دارم، آیا اینجا هم 5 دارم؟ خیلی. تو مجموعه آ 2 دارم، آیا اینجا 2 دارم؟ بله 2 دارم. اینجا 3 دارم، آیا اینجا هم 3 دارم؟ بله. عضو بعدی 3. آیا اینجا من منفی 2 دارم؟ تو این مجموعه منفی 2 دارم؟ بله. پس این هم از اشتراکای این دوتا مجموعه.